علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در رابطه با قضای رمضان، هر کسی که قضایی از روزه های رمضان دارد، بعد از گذشتن ماه رمضان قضای او را فورا انجام دادن براش واجب نیست. یعنی فورا او را قضایش را انجام دادن براش واجب نیست، بلکه تأخیر در قضای ادای رمضان جایز است. چون که مدرنا عائشة رضي الله عنها میفرماد که كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. یعنی برای من روزه از این قضایی از رمضان بده، پس من نمیتونستم که او را انجام بدهم، بنابر چون در دیگه حدیث ذکر میشد بنابر مکانت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، الا مگر در شعبان، مگر اینکه در شعبان او را انجام میدادم. پس در اینجا این حدیث دولت بر چی میکند؟ دولت بر جواز تأخیر در قضای روزه رمضان، جوازی تأخیر کردن در قضای روزه رمضان. و اما قضای رمضان را فورا انجام دادن مستحب است، بنابر عموم ادله هایی که در رابطه با شتاب کردن و فورا عمل خیر را انجام دادن که آمدگی هسته. چون که الله عز و جل میفرماید که وسارعوا الى مغفرة من ربکم، یعنی که اولئک یسارعون فی الخیرات و هم سابقون، کسانی هستند که در عمل های خیر شتاب میکنن. پس یک عمل خیر است، اگر شتاب کرد مستحب است، افضل است و بهتر است. و اما اگر که قضایی از رمضان که از روزه رمضان داشته تأخیر کرده براش جایز است. ولیکن یک نکته دیگر متوجه باشیم که اگر شخصی که تأخیر کرد و بر رمضانی که میآید روزهای باقی نماند مگر به اندازه همون روزهایی که قرضدار است، در این وقت تأخیر براش جایز نیست، باید که فورا انجام بدید. مثلا یک نفر 10 روز یا اینکه یک نفر 15 روز از قضایی از روزه گذشته دارد و در حالی که رمضان جدید آمده شده است، در این وقت و ماه شعبان هم یکی 10 روز ماندگی است یا اینکه 15 روز ماندگی است و روزهای قضایی امی شخص هم به همین اندازه 10 یا 15 روز است. پس در این وقت برای این نفر تأخیر کردن جایز نیست، زیرا روزهایی که باقی ماندگی است باقی نمانده است مگر به اندازه امو روزهای قضایش. پس در این وقت نباید که تأخیر بکند و تأخیر در این وقت جایز نیست. بارک الله فیکم. دوما چیزی که یک روزه‌دار در رابطه با قضای روزه بداند این است که تتابع و پی در پی در قضای روزه واجب نیست، چون که الله عز و جل میفرماید که فعدة من ایام اخر. اینه کسی که در حالت مریض یا که سفر باشد، الله عز و جل میفرماید که تعداد از روزهای دیگر را میتواند که روزه بگیرد، یعنی قضا بیاورد. پس در قضایی روزه را انجام دادن پی در پی واجب نیست، چون که عبدالله بن عباس میفرماید که لا بأس ان یفرق، یعنی هیچ باکی نیست اینکه در قضایی انجام دادن روزه فرق باشد، یعنی جدا جدا او را انجام بدهد. یعنی چند روز میخورد و چند روز دیگر باز روزه میگیرد و باز در بین میخورد و باز روزه به نیت همون قضایی از رمضان را قضا میدارد، هیچ باکی نیست. بارک الله فیکم. بله. و اما حدیثی که در روایت بیهقی میاد و همچنین دارقطنی و ذکر میکند که من کان علیه صوم من رمضان فلیسرده ولا یقطعه، به این معناست که هر کسی که اگر برای روزه از رمضان است، یعنی که قضایی است، نباید که او را قطع بکند، یعنی باید که او را پی در پی او را باید که انجام بدهد. این حدیث ضعیف است، چون که دارقطنی ذکر میکرد که عبدالرحمن ابن ابراهیمی که در سند همین حدیث است ضعیف است. سوما در رابطه با قضای روزه که هر مسلمان را توجه باشد و آگاه باشد این است که هر کسی که وفات کرد در ماه رمضان، بعد از ماه رمضان ولی و سرپرست او به جای او قضای او را آورده نمیتواند، همچنانه که اجماع اهل علم است که هر کسی که اگر که وفات کرد و برای او اگر نماز باشد، نمازهای فوت شده، ولی و سرپرست او به جای او آورده نمیتواند قضایش را. همین طور روزه هم رکن از ارکان اسلام است. هر کسی که اگر که در رمضان وفات کرد یا که هر کسی که برای قضایی از رمضان باشد نمیتواند که
والیش و سرپرستش به جای او قضایش را به جا بیاورد، الا مگر اینکه روزه نذری باشد. الا مگر اینکه روزه نذری باشد، این کسی که برای خودش لازم کردگی است روزه گرفتن را، اما وقتی که وفات کرد برای او روزه نذری است، پس ولیش از جای او گرفته میتوند. ولیش باید که از تن او باید که بگیرد، اما روزه فرضی ولیش به جاش گرفته نمیتواند. همچنان که در قضای از نمازهای پنجگانه ولیش نمیتواند که بگیرد، در روزه فرضی را همین طور است. چنانه که در مسائل امام احمد حنبل ذکر می شود که بر روایت ابو داود است که میفرماید که سمعت احمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت الا في النذر. قال ابو داود قلت لاحمد فشهر رمضان قال يطعم عنه. که امام احمد حنبل رحمه الله میگه شنیدم که میگفتن که از تن میت روزه گرفته نمی شود مگر در روزه نذر، مگر در روزه نذری که بر خودش لازم کرده است که فلان فلان روزها را، یعنی که من باید که روزه بگیرم، نذر کرده است بر خودش لازم کرده است بر نفسش، پس وقتی که نتوانست گرفته یا اینکه وفات کرده روزه نذری داشته باشد، پس در این وقت ولی او گرفته میتواند. و همچنین ابو داود رحمه الله میفرماید که من گفتم به امام احمد حنبل که آیا ماه رمضانم، یعنی روزه رمضانم، فرمودند که یطعم عنه، یعنی به عوض این که نتوانست او روزه بگیرد بر بیمار بدک و براش قضایی از روزه فرضی بدک، از عوض او طعام داده می شود، یعنی ولی و سرپرست از عوضش طعام میدهد و اما قضای او را به جا آوردن ولیش از تنش براش واجب نیست و همچنانه که روزه نمازهای فرضی را براش واجب نیست که از تنش انجام بدهد. بله اینا یک عمل، اینا عملهایی هستند که بر نفس خود انسان چه هستند واجب هستند که اینها را انجام بدهد. چگونه که کلمه شهادت را یک نفر از تن یک نفر دیگر گفته میتواند نمیتواند، چگونه که اجماع اهل علم است که قضای فوت شده از نمازهای پنجگانه را یا کسی دیگر از تن کسی دیگر انجام نمیتواند. همین طور روزه هم رکن از ارکان اسلام است، هیچ کسی از تن او را انجام نمیتواند. گرچه که در مسئله بعضی از اهل علم خلاف کرده است، ولی آنچه که راجح هست در این مسئله همین است. بارک الله فیکم.